بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز خواستم درباره فاجعه این دو روز پیش مسکو، درباره ترکشی که در مسکو شد و باز کوسه آمد و بالای مهاجر تاجیک شکست، بالای مردم تاجیک شکست صحبت داشته باشم. به گمانم در همین مسئله صحبت نکردن خیانت علمی هست و اصلا نشاید که در این مسئله ها سکوت کرده باشم و چیزی نگفته باشم. پیش از همه عزیزان، این را باید بدانیم که مردمی که در دست سلاح ندارن، اگرچه مسیحی باشن، اگرچه یهود باشن، بت پرست باشن، یک مردمی که به کار خود آواره هستند، چه حتی در تماشای کنسرت باشن، چه در عبادتشان باشن، آنها را رفتن و کشتن، این به اسلام و به جهاد اسلامی رابطه ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا مردم آسایشته بت پرست را بالایش حمله نکرده بودند. همیشه حملهشان با نفرانی که در دست سلاح داشت یا آنها الکی برای حمله کردن به پیامبر و هجوم کردن پیامبر آماده بودند و با لشکر می جنگیدند. عسکر از آن طرف، عسکر از این طرف. پیامبر آدمانی به سلاحی همین در حالت غفلت بوده رو رفته تیرباران و همش رو نابود کردگی نیستن که این رو به جهاد رابطه دادن و گویا که انسان ثواب میگیرد. این یک احمقی است، اصلا کار ثواب نیست. جهاد فقه خود را دارد، جای خود را دارد، وقت خود را دارد، آماده باشی خود را دارد. این چیزها به جهاد رابطگی ندارد. این یک. دوم، درباره این حادثه های همین در مسکو شده یا به نزدیکی 2 ماه پیش بود خطا نکنم در استانبول شده که گویا که تاجیک بچه رفت و آتش کشید و به کلیسا یک نفر رو کشت و چند نفر رو زخمی کرد. یا حمله تروریستی که در ایران، سرزمینی همزبان ما شد که گویا که تاجیک ها چند نفر رو ترکاندند و کارهای دیگر. عزیزان، اینها بالای تاجیکان، اگر نظر شخصی من رو دانستنی خواهید که شاگردها هم در این باره میپرسند، من شخصا این رو همش رو تهمت بالای مردمی تاجیک میدونم، تهمتی بر علا. و برای اون که عزیزان ببینید، ما شاید در تاجیکستان ببخشید در عالم اولین کشور یا مردمی باشیم که همه اذیت رو از دستی همخون و همزبان و همخانه یعنی هموطن خود میکشیم. مصیبتی که هموطنان ما در داخل تاجیکستان، همان مقامداران بالای مردم عادی می آورند، شاید در دنیا کسی نآورد. اما ما خیلی صبر، ما دیگر صبر است و کسی صدا نمی برارد و راهی حل در ما، راهی چاره فقط یا گریز است یا خودکشی. مبارزه نیست. یا می گریزیم و از دولت، از وطن مثل من و امثال من برآمده می رویم که ما دیگر قدرتی مبارزه در داخل رو نداریم، یا اینکه خودمون رو می رویم یا به آب می پرتاییم یا خودکشی می کنیم با یک دستنویسی که ظلم رو به جای آورد که خودم رو کشتم. ما همین گونه انسانیم. یعنی این چیز حقیقت است که باید بدانیم که مردم تاجیک اصلا این گونه جسارت ندارد که یک چند روز آماده باشد و به دست سلاح گیرد و این همه مردم را رود و یک کچین کند و کشد. این گونه جسارت در مردم تاجیکستان نیست و من و شما این را خوب میدونیم و ما میدونیم که تاجیک ها در دنیا، چه خیلی گفته ایستادم، شاید اولین ملت باشن که هر چی دار و ندارشون رو به یک هموطن و همزبان و شاید خیش خودشون میدهند که این رو بگیر و مرا آرام گذار، خانم رو میدهم آرام گذار، هر چی دارم میدهم آرام گذار. یا همه رو ترک میکنند و برآمده میروند یا خودکشی میکنند. راهی این گونه، یعنی این گونه هر چی احمقی است، خیلی گفتم، به اسلام رابطگی ندارد، اما باز جسارت میخواهد یک چند نفر را رفته کشتن و این گونه حمله کردن و کارهای دیگر که این در تاجیکان نیست. برای همین عزیزان این را بدانیم که این کارها رو تاجیکان نمیکنند، یا درسترش از عهده‌اش تاجیکان نمیبرایند. تاجیکا همون تاجیکی من و شما میشناخته است که اگر به ما 10 دقیقه سوید دهند و 24 ساعت کشند هم شکر یگانگی ملت و دولت میگوییم و دیگر چیزی از زبانمان نمی آید. یا اگر امثالمان رو، عزیز نزدیکمان رو، مثل چند پیشوایان یا گفتیم برادرایی که خیلی برای مردمی تاجیک کار کردند، برند و زندان کنند و کشند و نیست کنند، هم ما فقط خودمون رو چت میکشیم و خودمون رو خلاص میکنیم. ما اصلا برای این گونه کارها یعنی نکرده ایم و کرده هم نمیتوانیم. برای همین این یک سپکتاکل است که نباید باور کنیم که تاجیک این کار رو کرد یا این کارها رو کرده ایستاده است. فقط از این که دیدن که هرچی بالای تاجیک آورده شود
از اینها صدا نمیبراید، نه از سفیرانش، نه از رئیسانش، نه مردم عادی، کسی نمیگوید بس کنید تهمت کردن رو بس کنید، تهمت علیه مهاجرین رو بس کنید، ظلم علیه مهاجرین رو بس کنید، تهمت تا بکی. اینها رو کسی از ما نمیگوید و ما فقط احتیاط شوید، روز شوید، پنهان شوید، گریزید میگوییم. دیگر اینها عادت کردن. ترکا هم ما رو تهمت میکنن، ایران هم تهمت میکند، اروپا هم تهمت میکند، تاجیک کرد، تاجیک کرد، تاجیک کرد. و در حالی که نوار همون ترور چند روز شده رو اگر ببینید، اونهایی که در داخل تیرپرانی میکنند به تاجیک مانندی ندارند و دو سه نفری تاجیک مانندی که قپیدن، از چهرهشان معلوم است که اونها حتی یک موشک رو کشته نمیتوانند، آدم یک طرف استاد، از چهرهشان معلوم است. برای همین عزیزان این یک اسپکتاکل نوبتی است. کی میداند بعد از چند سال شاید به نزدیکی آشکار می شود که مقصد از این گونه اسپکتاکل ساختن چی هست؟ آیا آبروی رئیس جمهوری روسیه رو بالا بردن است، یا چند تاجیکی پولدار رو پولش رو گرفتن است ببخشید، یا اینکه با سیاه کردن مهاجران است و چه خیلی گفتم مهاجرانی که دیگر همه عادت کردن هر چی خواهند بالایشان میگویند. اما این اسپکتاکل باز نوبتی است. چند سال پیش فقط بالای چچن ها این گونه تهمت ها بود. چچنستان رو گرفتن، غارت کردن، پاره کردن، باز هر چی میشد میگفتن تروریستان چچن کرد، تروریستان چچن کرد. این هم شاید همین گونه هست. تاجیکان رو چیکار خواهند میکنند و برای پنهان کردن عیب خود هر بلای می شود می آید بالای تاجیک که دیگر دیده ایستاده. یعنی یک اسپکتاکل است، دیگر چیزی نیست. یگان حقیقت ندارد که تاجیک برای پول باشد هم این رو کند. و تاجیک اگر دنیا رو دهی هم این کارهایی که خیلی جسارت میخواهد انجام داده نمیتواند. ولی این رو من و شما میدانیم و به این شاهد هستیم و تاریخ هم شاهد است. چیز دیگر عزیزان، چرا این گونه تهمت ها اینقدر بالای سر ما می آید؟ به خاطر بلا هست این بالای ما یا یک امتحان الله هست؟ خیلی میدانید پروردگار میگوید در سوره عنکبوت احسب الناس ان یقولوا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. و شما گمان میکنید که ما ایمان آوردیم، گفتید و شما امتحان نمیشوید؟ نه، چگونه که پیش از شما بوده ها رو امتحان کردیم، شمایان رو هم امتحان میکنیم. شاید این امتحان الله هست که الله میخواد ببیند ایمان شما تا کجا پایدار و ثابت است. صبح با شاگردها هم همین رو گفتم که چند نفرتون که اینقدر ترس از درس دارید و ترس از گروه های اسلامی دارید و زود تمام درس ها رو از تلفنتون پنهان میکنید، خیلی ایمانتون در نزد الله آشکار شد که شما با کمترین ترسی که می آید از بحر همه ایمانتون میگذارید. شاید یک امتحان است که الله میخواد ببیند که کی استوار است در دینش، کی یک باره به عقب برمیگردد، کی چی کار میکند. شاید این گونه باشد. اما شاید هم در حقیقت خیلی که الله میگوید در سوره شورا و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هر مصیبتی که به شما می آید، هر بلایی که به شما می آید، این نتیجه کار دستان شما هست. یعنی بلاهایی که سر شما آمده ایستاده است به خاطر کارهایی که خودتان کردید. شاید این خاموشی های ما، این که ما همیشه خاموشی رو پیش گرفتیم یا گفتم خودکشی رو یا گریز رو، این گونه بلا سر ما آمده ایستاده است که دیگر دنیا دارد برعکس اینکه با ترسانچکی بشناسد، ما رو با تروریستی دارد میشناسد. یعنی بجای اینکه مردم جمع شویم در نزد سفارتخانه ها باشد یا خود سفیران حداقل صدا برآورند که تهمت رو بس کنید، این گونه آوازه های بر دروغ رو بس کنید، تاجیک این کار رو نمی کند، نکرده است، کرده نمیتواند، همه خاموشن. شاید یک بلا هست که همین که تو این گونه فقط سکوت میکنی و یک قدم برای دفاع از خودت، دیگران را بمان، دفاع از خودت یک قدم به پیش نمیمونی، همین گونه تهمت آمدن میگیرد. همین گونه تهمت و بالای بلا می آید وقتی تو یگان کلمه از دهانت نمی آید که بگویی که این کارو من نکردم یا ما نکردیم یا ما کرده نمیتوانیم. نه، بگویی که بگریز، پنهان شو، احتیاط شو، دارن میبرندت. یعنی وقتی که انسان از خود یگان واکنش ضدیت نشان نمیدهد، شاید بلایی هست که آمدن میگیرد بالای ما که خاموش که بودی انا دوامش هم آمدن میگیرد. سبحان الله، این را خودی پروردگار میداند. و مسئله دیگر، مسئله ترسی که بین تاجیکانی که در روسیه هستند فرا گرفت. عزیزان، همین 2 روز است از اینکه در تلفن هم در واتساپ و هم در تلگرام ما خیلی گروه های زیادی درسی داریم و درس های تربیوی و عربی و تجوید و هر درس ها
کم نیست تا 10-20 خط میآید که احتیاط شوید. هر یک تلفن شما دارد الان تفتیش یا گفتیم پرورکه می شود. صحبت ها رو احتیاط کنید، تلفن رو احتیاط کنید. به خود من شخصا مسلمه احمدی گروه ها رو نابود کنید، خودتان بس کنید. درس ها رو همین گونه آمدن میگیرد و سبحان الله. یعنی بعضی ها شاید الکه یکم مشکلی بالایشان شده است، اما بعضی دیگر هایی که به آنها یگان شمالک نمیرسد این گونه ترس دارند. یعنی ترسی که دیگر خودشون نه دیگران رو هم دارن میترسانند. به جای اینکه در این وقت به یکدیگر دل دهیم که ثابت باشید، آرام باشید. این اولین تهمت بالای تاجیک نیست. تاجیک در داخل وطنش با 1001 تهمت بالای سرش است. در بیرون هم البته این چیز می شود. در داخل خانهش تاجیک که قدر ندارد، بیرون از وطن کی رو قدر میکند؟ این بلا پیشتر هم آمده بود و آمدن میگیرد. دیگر باید عادت کرد. آرام بود، ثابت بود. یک و یک باره تماما خود رو زیر کرپا کردن و تماما سر نبرداشتن و باز دیگران رو خاموش باش، گپ نزن، کلمه از دهان. بچه‌ی این به یکدیگر بیایید و تواصل بالحق و تواصل بالصبر کنیم که این بار اول نیست که ما این رو میبینیم. اگر گفتید نه ما رو زندان میکنن، اینها خواه و ناخواه کسی رو خواهند دیده استادید زندان کرده استادن، اخراج کرده استادن، جریمه بسته استادن. یورت هم از خودشان است و مردم هم از خودشان است. این رو دیده استادید. یعنی نباید این گونه به پانیک داده شویم و این گونه بترسیم. در قرآن کریم هر جایی که ترس آمده است در آنجا منافقین می آید. منافقینی که به الله ایمانشان با زبانش و با قلب هیچ ایمان ندارن. سبحان الله. همین روز بود به سوره احزاب یکم دست دادم. درباره منافقین الله میگوید اشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیه من الموت. خیلی انسان های منافقین بخیل هستند. بخیلی میکنن با مالشان، با جسمشان، هرگز با بدنشان هم به یگان کار خیر قدم نمیزنند. یگان ترس، یگان مشکلی، خبری ناخوش شود، میبینی که چشمهای آنها گویا که مرگ آنها را احاطه کرده است، در داخل کاسه خانهش دور میزند. چشمی که از مرگ میترسد چقدر عیان میشود. تو در چشم آنها ترس را حس میکنی. اما وقتی که خوف و ترس رفت، زبان درازی آنها را میبینی. های ما با شما بودیم، ما این هستیم، ما آن هستیم، در حالی که اینها خود یک ترسانچک هستند. عزیزان، صفتی ترسانچکی دیگران را ترسانیدن این صفتی مؤمن نیست. این صفتی مؤمن نیست. نباید اینقدر یکدیگر را ترسانید و اینقدر ترسو باشیم. یقین دانسته باشید مرگ به دست الله است. هر وقت خواهد در داخل کرپتان هم میفرستد. عزت و خواری هم به دست الله هست. وقتی به دست مردم دیدیم، در حقیقت به دست مردم گرفتار میشویم. در سوره منافق میگوید الله درباره خود منافقا یحسبون کل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم. منافقان هستند که گمان میکنن همه بلا بالای آنها هست. آنها چیزی رو، یعنی توکل که به الله ندارند، ترس از الله ندارند و همه مصیبت و مشکلی را از مردم میدانند، گمان میکنن همه بلا دارد بالای سر آنها میاد. امروز مرا زندان میکنن، شوهرم را زندان میکنن، برادرم را، فلانی را، دیگر ما رفتیم، دیگر با همین ما دیپورت شدیم، دیگر ما مردیم، دیگر پولمون رفت، خانه‌مون رفت. این صفت منافقین است. مؤمن باشد باید مطمئن باشد، ثابت باشد، در همه حالتها نلرزد، در جایش باشد. الله میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. و آنها بگو آن چیزی که الله در تقدیر ازلی ما نوشته شده است فقط همین به ما میرسد. چیزی مردم به ما رسانیدن نمیتوانند. نباید تا این اندازه بترسیم، نباید تا این اندازه دیگران را بترسیم. امروز احتیاط شوید. از یعنی 2 میلیون 3 میلیون تاجیک تلفنش گویا هر روز اکنون هر دقیقه پرورکه می شده است یا تفتیش می شده است در روسیه که این همه ترس مردم را فرا گرفته است. یقین بدانید و من امین هستم که چند روز می گذرد آشکار می شود که یگان تاجیک در این سپکتاکل کار ندارد. آنها مثل پیشتر یک بهانه می جویند و کار میکردهشان را میکنند. پشت این سپکتاکل بازی های ساخته و بافته خود حکومت روسیه هست. تاجیک با فرمان اوکراین کرد، تاجیک داعشی کرد. شما میدونید که از داعش دیگر خبره نیست. کسی در کجا ترور انجام دهد میگوید بالای داعش که سرنگون شد الحمدلله.
این کارها رو، یعنی این گونه اسپکتاکل ها رو انسان عاقل باید بشناسد که این باز یک بازی ساخته حکومتداران است که پروردگار هدایتشان کند، دیگر چیزی نیست. و انشاءالله یگان مصیبتی برای اهل ایمان نمی رسد. یکی اگر رسد هم دیگر میگوییم تقدیر است، اما پیش از رسیدنش، پیش از مصیبت آمدن، اینقدر خود را نخورید، اینقدر خود را با ترس و با وهم ماه رمضان را، افطارتان را، نماز تراویحتان را، عبادتتان را نابود نکنید. قلبتان را مطمئن کنید که پروردگار لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، آنچه به من تو نوشته ای آن می آید. مردم تو تقدیر ساز نیستن که تقدیر مرا بسازن، وگرنه وقتی به مردم پرت افتید یا گفتیم تقدیر خود را واگذار کردید، الله به حالمان ما را وامیگذارد. عزیزان، گمان میکنم درباره ترس و درباره پیامدهای و مصیبت ترس هر چی صحبت کنیم هم کم است و نمیدونم شجاعت کی در قلب ما جای میگرفته باشد. ولی باز هم پروردگار یگانه را در این ماه مبارک التجا میکنم که در نزد درت هستم پروردگار، به این مردم ما یک ذره شجاعت نصیب کن که حداقل بگویند که مرا تهمت نکن که من این کار رو نکردم، به جای گریختن و آره تاجیک کرد، تاجیک این کار رو میکند گفته تهمتی به برادرشان شده را قبول کردن، حداقل یک کلمه بگویند که ما اهل این کارها نیستیم، نبودیم، کردن نمیتوانیم، با زبان باشد هم از خود دفاع کردن را یاد گیرند و ما هم یاد بگیریم. پروردگار خودش اجابت دعاهای یک و یک ما را بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.